سرخط خبرها: کشته شدن 1385 سرباز اوکراینی فقط در 24 ساعت. گزارش جنگ وحشتناک از آمار بمباران شب گذشته ارتش. اقدام نظامی اسرائیل علیه جنگ ترکیه در راه است. روسیه ناجی ایران شد. مذاکرات در آستانه توافق نهایی است. و تکتیک جدید ایران که اسرائیل را غافلگیر کرد. مشروع خبرها: کشته شدن 1385 سرباز فقط در 24 ساعت جنگ. گزارش وحشتناک از آمار بمباران شب گذشته ارتش روسیه. اهداف حمله محقق شد. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گزارش داد که نیروهای روسیه طی 24 ساعت گذشته سایت‌های نظامی، صنعتی و انرژی اوکراین را بمباران کردند. به نقل از خبرگزاری تاس در بیانیه این وزارتخانه آمده است در پاسخ به حملات تروریستی اوکراین به تأسیسات غیر نظامی در خاک روسیه، نیروهای مسلح روسیه شبانه با سلاح‌های دقیق، دوربرد زمینی و همچنان هواپیماهای بدون سرنشین و شرکت‌های بخش نظامی صنعتی و تأسیسات زیرساخت انرژی اوکراین که از عملیات آنها پشتیبانی می‌کردند، حمله ترکیبی انجام دادند. در این بیانیه آمده که اهداف حمله محقق شد. تمام اهداف تعیین شده مورد اصابت قرار گرفتند. در این گزارش به جزئیات حمله و میزان خسارات اشاره‌ای نشده است. بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به جنگ اوکراین که روز شنبه توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شد، ارتش اوکراین طی 24 ساعت گذشته تقریباً 1385 سرباز خود را در نبرد با نیروهای روسی در تمام مناطق خط مقدم از دست داده است. آخرین آمار نشان می‌دهد که ارتش اوکراین تقریباً 1050 سرباز 3 خودروی زیر جنگی را در منطقه تحت مسئولیت گروه رزمی شمال روسیه، بیش از 230 سرباز 3 خودروی زیر جنگی را در منطقه تحت مسئولیت گروه رزمی غرب و حدود 85 سرباز 6 خودروی زرهی جنگی را در منطقه تحت مسئولیت گروه رزمی جنوب از دست داده است. آخرین آمار نشان می‌دهد که در 24 ساعت گذشته ارتش اوکراین تقریباً 520 سرباز و 7 خودرو زیر جنگی را در منطقه مسئولیت گروه رزمی مرکز روسیه، حدود 320 سرباز، 1 راکت انداز ساخت آمریکا را در منطقه مسئولیت گروه رزمی شرق و بیش از 80 سرباز 1 خودروی زیرجنگی را در منطقه مسئولیت گروه رزمی دنیپر از دست دادند. اقدام نظامی اسرائیل علیه ترکیه. جنگ در راه است. رسانه‌ها گزارش دادند که تجهیزات با قابلیت مقابله همزمان با پهپادها، جنگنده‌ها و موشک‌های کروز عملاً بخشی از حریم‌های هوایی ترکیه را زیر پوشش سامانه‌های اسرائیل قرار می‌دهد. اقدامی که پیام روشنی از آماده‌سازی تل‌آویو برای مدیریت یک بحران احتمالی با آن کار دارد. پیش از این تحلیلگر ترکیه همکاری میان اسرائیل و قبرس را تهدیدی علیه آنکارا برشمرد و تاکید کرد همکاری نظامی میان نیکوزیا و تل‌آویو تهدید بزرگ برای نیروهای هوایی ترکیه در دریای مدیترانه محسوب می شود. این تحلیلگر در گزارشی که از سوی روزنامه ترکیه یعنی شفق منتشر شد با اشاره به ابعاد استراتژیک ارسال دومین محموله سامانه دفاعی هوایی باراک MX اسرائیلی به قبرس یونان نشین گفت این سامانه از طریق بندر لماسول و از طریق زمینی تحت تدابیر شدید امنیتی منتقل شده و وی ادامه داد فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده خروج خودروهای نظامی از بندر لماسول را نشان می‌دهد. این تحلیلگر ترک تاکید کرد این سامانه‌های مدرن جایگزین سامانه‌های قدیمی خواهند شد که نشان دهنده تلاش‌های نیکوزیا برای نوسازی زیرساخت‌های نظامی خود است. این سامانه‌های جدید در پایگاه هوایی اندریاس پاپاندرو در پاف و پایگاه دریایی اوجلوس فلوراکس در ماری مستقر خواهند شد. وی افزود اسرائیل به دنبال تبدیل قبرس به یک پایگاه راهبردی و مرکز امنیت سایبری است. 820 ارتش اسرائیل یک مرکز امنیت سایبری تأسیس کرده است که وظیفه آن جاسوسی از شبکه‌های ارتباطی ارتش ترکیه در شمال قبرس است. این مرکز در نزدیک لارانکا با هماهنگی فرماندهی سایبری در آتن و ناوگان و نوگان ششم ایالات متحده فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود تا پایان سال 2025 به ظرفیت کامل خود برسد.
روسیه ناجی ایران شد. مذاکرات در آستانه توافق نهایی است. به گزارش اقتصاد آنلاین، در حالی که ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر گاز جهان با چالش‌های ناشی از مصرف فزاینده داخلی و فرسودگی زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، خبرهای امیدبخشی از تقویت جبهه انرژی به گوش می‌رسد. مذاکرات واردات گاز از فدراسیون روسیه به مراحل نهایی نزدیک شده و این همکاری استراتژیک می‌تواند تضمین کننده امنیت انرژی کشور در آستانه زمستان‌های سخت باشد. این تحول بزرگ در حالی رخ می‌دهد که شرکت میلگاز ایران با وجود تعمیرات سنگین در تأسیسات قدیمی توانسته آمادگی شبکه داخلی را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد. تاکتیک جدید ایران که اسرائیل را غافلگیر کرد. به نقل از فارس، بامداد 23 جوزای 1404 آغاز سخت‌ترین نبرد تاریخ معاصر ایران بود. نبردی که قرار بود به خیال طراحانش نقطه پایان توان نظامی و بازدارندگی جمهوری اسلامی باشد. با حک سامانه یکپارچه پدافند هوایی و هدف قرار دادن رادارهای هشدار، نخستین حلقه ای از نقشه اجرا شد که طراحان اسرائیلی و اتاق فرماندهی آمریکا آن هدف جز فروپاشی ساختار دفاعی و مدیریت ایران نداشتند. در همان ساعت نخست با حمله همزمان به مراکز فرماندهی و ترور چهره‌های برجسته نظامی و علمی کشور دشمن می‌کوشید رئیس جمهور اسلامی را از بدن جدا کند. سرداران باقری، رشید سلامی و حاجی زاده همراه با دانشمندان برجسته همچو عباس تهرانچی، ذوالفقاری منوچهر و مطلبی زاده در فهرست نخست ترورهای برنامه‌ریزی شده بودند. اما ایران از همان لحظه اول نشان داد که با حذف افراد اراده ها حذف نمی شوند. در حالی که دشمن انتظار فروپاشی کامل فرماندهی نیروهای مسلح را داشت، تنها چند ساعت پس از حمله رهبر انقلاب اسلامی با پیام قاطع خطاب به ملت ایران اعلام کرد اسرائیل در سحرگاه امروز دست پلید و خونالود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازات سخت باشد. ترامپ امیر قطر را تحقیر کرد. رفتار باور نکردنی با مقامات قطری. با گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس، ترامپ در مسیر سفر به مالزی هنگام توقف برای سوختگیری در پایگاه العدید از هواپیمای خود پیاده نشد و امیر قطر را در داخل هواپیما به حضور نپذیرفت. کاربران عربی با انتشار تصاویر این دیدار نوشتند مراسم استقبال برعکس برگزار شد، به جای آنکه ترامپ پیاده شود کمین بنهد به هواپیمای او رفت. هشدار ایران: هنوز برگ‌های موشکی را رها نکردیم. می توانیم حتی نوه‌های جنگی را هم نقطه‌ای بزنیم. فرمانده پیشین نیروهای مسلح ایران گفت علت عدم به کارگیری ظرفیت نیروهای دریایی در جنگ 12 روزه این بود که در آن مقطع نیازی به استفاده از این ابزار وجود نداشت. همچنین همه برگ‌های برنده نباید بیش از موعود فاش شود. با گزارش همشهری آنلاین، عزیز جعفری افزود با این حال اگر در آینده شرایط ایجاب کند تمام توانمندی‌ها در دسترس است. موشک‌های دریایی به دریا، ساحل به دریا و سامانه‌های نقطه زن برای استفاده آمادند و ادامه داد همچنین موشک‌های بالستیک ما قادر به هدفگیری نوه‌های در حال حرکت هستند. فکر نمی‌کنم هیچ کشوری چنین دقتی داشته باشد. ترامپ برای دیدار با پوتین شرط گذاشت، اما پوتین توان هسته‌ای روسیه را به راه کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته تا زمانی که توافقی برای پایان جنگ روسیه و اوکراین به دست نیاید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار نخواهد کرد. ترامپ روز شنبه 25 اکتبر در گفتگو با خبرنگاران گفته است که دیدار او با پوتین زمانی انجام خواهد شد که چشمانداز روشنی از توافق صلح وجود داشته باشد. او افزود باید بدانید که ما زمانی دیدار می‌کنیم که قرار باشد توافق انجام شود. من نمی‌خواهم وقتم را تلف کنم. این در حالی است که آخرین دیدار میان ترامپ و پوتین در 15 اگست سال جاری در آلاسکا برگزار شد که هدف آن گفتگو درباره پایان جنگ اوکراین بود. در همین حال خبرگزاری تاس گزارش داده که ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در جریان بازدید از مراکز فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه تاکید کرد که مشک کروز در جهان هیچ مشابهی ندارد و افزود گزارش هایی که از سوی صنایع دفاعی به دست من رسیده نشان می‌دهد این موشک گروز یک سامانه منحصر به فرد است. رئیس جمهور روسیه هفته گذشته برای اجرای آزمایش گسترده‌ای از نیروهای هسته‌ای این کشور در 30 حوزه زمین دریا و هوا نظارت کرد. آزمایشی که هدف از آن بررسی آمادگی و ساختار فرماندهی نیروهای راهبردی اعلام شد. این تمرین شامل پرتاب موشک بالستیک قاره‌پیمای
بارس از پایگاه فضایی بالستیک در منطقه آرخانگلک شلیک موشک سینووا از یک زیردریایی هسته‌ای در دریای بارنس و پرتاب موشک‌های کروز هسته‌ای برد از بمب‌افکن‌های راهبردی بود. کرملین در بیانیه اعلام کرد این رزمایش سطح آمادگی، فرماندهی نظامی و مهارت‌های علمی کارکنان عملیاتی را، سازماندهی و کنترل نیروهای زیرموج مورد ارزیابی قرار داده و تمام ماموریت‌های تمرین با موفقیت انجام شد. روسیه به طور منظم چنین تمرین‌هایی را برگزار می‌کند تا کارایی نیروهای هسته‌ای خود را آزمایش کرده و در حین حال بر رقبا یادآوری کند که همچنان بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را در اختیار دارد. این رزمایش در حالی انجام شد که تنش‌ها میان شرق و غرب در بالاترین سطح سال‌های اخیر قرار دارد. این بود خبرهای این ساعت. تا ساعت خبری دیگر، خدا نگهدار.